بوکرک و سنگال اینگ و یانگ، این نبرد بی پایان بین اژدهای غول‌پیکر. متولد شده از برف است و سنگال که از تاریکی بیرون میآید. سنگال بال دارد، آنها آسمان را میشکافند. بوکرک بال ندارد، اما قدرت بزرگی را در آغوش خود پنهان میکند. بوکرک هیس هیس او مانند مار میلغزد. بوکرک هیس هیس او مانند مار میپیچد. او چنبر میزند، میچرخد و میپیچد. بوکرک اژدهای سفید، سنگال اژدهای سیاه را میگیرد. بوکرک و سنگال سنگال در آسمان، رد بوکرک روی زمین. بالها به هم خوردند، اما بازوها کار را تمام کردند. آن بازوهای قدرتمند بالا رفتند، لحظای در هوا مکث کردند. مانند پتک فرود آمدند، به سر سنگال کوبیدند. یکی پس از دیگری فرو ریختند و سنگال افتاد. مبارزه پایانی یافت. اژدهای سفید مانند مار اوج میگرفت. چابکی مانند مار، سختی مانند پتک. او در نبرد پیروز شد، مشکلاتش تمام شد. حالا خوشحال، حالا آزاد،